السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا وعلما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا واسعا وحلالا وشفاء من كل داء يا رب العالمين. ربنا زدنا علما. در معرفی برخی از تفاسیر مشهور و از تفاسیر مشهور البته بسیار اندک، تفسیر بالمأثور ما جامع البیان یا تفسیر طبری را گرفته بودیم. بعد از او تفسیر ابن عطیه را سرش گپ زدیم و تفسیر ابن کثیر رحمه الله را سرش گپ زدیم. رسیدیم تا مشهورترین کتاب‌های تألیف شده در رأی، در تفسیر بالرأی، در تفسیر بالرأی. اول تنزیه القرآن عن المطاعن از عبدالجبار معتزلی هست که در مسلک عقیده معتزلی مذهب هست. دومش گفتم تفسیر کشاف هست، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون التأويل از محمود بن عمر بن محمد معتزلی زمخشری هست رحمه الله. سوم به نام تفسیر کبیر که داریم ما، مفاتیح الغیب تألیف محمد بن ضیاء الدین عمر الرازی هست کی تفسیر این نوشت تا سوره انبیا، ولی متاسفانه که عمر برش یاری نکرد، وفات کرد پیش از ختمش. سپس شهاب الدین خوینی به تکمیلش پرداخت و این هم مرگ مهلت نداد، یعنی یک تفسیر 3 نفر نوشته کرده. بعد از او نجم الدین قمولی رحمه الله ای را تکمیل کرد. چهارم مدارک دیروز گفته بودیم، مدارک التنزیل تألیف احمد بن محمود النصفی هست که شرح ازیر هم اکلیل گفتیم که چاپ شده. پنجمش لباب التأویل گفته بودیم، فی معانی التنزیل و تفسیر جلالین گرفته بودیم. بالاخره میم به تفاسیر که در بیان مأثور و غیر مأثور هر دو را جمع کرده. الکشف و البیان عن تفسیر القرآن از شیخ ابو اسحاق بن محمد بن ابراهیم نیشاپوری هست که به نام تفسیر نیشاپوری معروف هست در بازار. بین روایت و بین درایت بین هر دو جمع کرده، هم به رأی و هم به مأثور. معالم التنزیل از شیخ ابو محمد حسن بن مسعود بغوی هست که در بازار در بین علما به نام تفسیر بغوی معروف هست. تفسیر بغوی معروف هست. در فقه شافعی هست، محدث هست، مفسر هست، ملقب به محی السنه هست رحمه الله. تفسیر القرآن العظیم که دیروز هم سرش گپ زدیم، از امام محدث کبیر بزرگ فقیه محدث عالم تاریخ که مثلش تیر نشده بود، ابن کثیر دمشقی هست. اسماعیل بن عامر ابن کثیر دمشقی رحمه الله هست که در سال 774 وفات کرده. امام ابن کثیر از شاگردان مدرسه ابن تیمیه رحمه الله هست.
و متأثر از آرا و افکار او می باشه و خیلی شاگردای ممتازش هست و معاصر امرای ابن قیم جوزی رحمه الله هست. تفسیر ابن کثیر از بهترین تفاسیر هست که هم بالمأثور و هم بالرأی نوشته شده و تفسیر ابن کثیر برای زندگی خاص خود که داره است که کسای دیگی کار نکرده بود، حتی طبری رحمه الله که روایت دیروز گفته میاره فقط به سندش اکتفا میکنه، دیگه ترجیح نمیده و قوت و ضعف روایات ذکر نمیکنه، اما ابن کثیر کار نکرده. ابن کثیر رحمه الله تفسیر وقتی که اقوال و احادیث پیغمبر علیه السلام را با سند نقل میکنه ترجیح میده و میگه حکم میکنه که آیا این سند قوی هست، حسن است، صحیح است، صحیح لذاته است، حسن لذاته است، درجه حدیث چی هست و غیر از این کار دیگه که کرده که علمای پسینه همه پیرو ابن کثیر هستند، ایست که قصه های اسرائیلی را نقل میکنه، قصه های موضوعی و دروغ نقل میکنه، اما به خاطر رد کردنش نه به خاطر تاییدش. نقل میکنه قصه را مکمل برد، در اخیر برد میگه که قصه اصل نداره، این قصه دروغ هست، این از باطل هست و این هم از کتابای اسرائیلیات نقل شده. به خاطر وجهش هم میگه که یه از طریق کعب احبار هست، از این طریق هست، از این طریق هست، سند نداره و احکام فقهی را هم بسیار به شکل مختصر به مذاهب فقهی هم اشارات داره. ابن کثیر یکی از بهترین تفاسیر هست که هیچ کس نیست که مگر به او محتاج هست، مگر به او ضرورت داره و این مختصر هم شده. دو مختصرش هم خبر دارم که یکی اختصارش شیخ علی صابونی رحمه الله که پرار سال وفات کرد، صاحب تفسیر صفوت التفاسیر، ده 3 جلد اختصار کرده به نام مختصر ابن کثیر رحمه الله و یک تفسیر دیگهش که پیشمه است مختصرش و یک جلد است ضخیم، نمیفهم که در افغانستان پیدا میشه نمیشه. ما از مکه معظمه امرای خود آورده بودم و هم به نام مختصر ابن کثیر هست از شیخ عبدالرحمن صفی الرحمن مبارک فوری، امی که رحیق المختوم نوشته کرده و خیلی خوبه هست، فقط اختصار پس کرده، حتی از مختصر ابن کثیر که صابونی کرده بود از او کرده ای هم خوبتر علما میگه معلوم میشه، فقط حذف اسناد کرده و تکرار پس کرده، دیگه زیاد دست نزده. البته بعدها هم ممکن که چی شده باشه، اصلاحات آمده باشه و اصلاحاتش میگن که آمده، ولی من خبر ندارم که دیگه کسی کجاش دست زده. همین تفسیر مختصر ابن کثیر از مبارک فوری، اگر مفصلش خواندن نمیتونین، کسایی که به زبان عربی بلد هست مختصرش باید بخونین، مختصرش باید بخونین و تفسیر است که هیچ کسی از او، حتی ترجمه هم شده، خود ابن کثیر هم ترجمه شده، ایرانیا اهل سنت ترجمهش کرده مکملش و اغلب گمان که مختصرش هم ترجمه شده. یک حصه مختصره که صفی الرحمن اختصارش کرده بود، حصه اولش هم دیدیم، دیگه‌اش نمیفهم که تکمیل شده یا نشده، ولی ترجمه شده بود به فارسی. فتح القدیر تألیف امام محمد بن علی بن محمد ابن عبدالله شوکانی هست که در سال 1173 بالاخره پیدا شده و در 1250 وفات کرده رحمه الله. شوکانی رحمه الله که از تقریبا از علمای معاصر هست، تفسیر ارزنده دارد، 2 قرن یا 2.5 قرن پیشتر تیر شده. فتح القدیر تفسیر خوبی هست، اما بعضی خلاهای خاص خود داره. مثلا در مسئله تقلید و عدم تقلید بسیار زیاد افراط میکنه. افراطش است که حتی در جایی که نواره تقلید مشرکین آمده، او را هم باز تقلید به تقلید ائمه میچسبانه و تقلید فقها خودش غیر مقلد هست، از تقریبا نظرات اهل ظاهر داره و عالم خوبی هست. در احادیث هم کتاب داره، کتاب بسیار خوبش در حدیث به نام نیر الاوطار هست. در احادیث احکام 4 جلد و 8 جلد پیدا میشه، پشما 4 جلده هست، 8 جلدش هم هست. به خاطر تخریج حدیث و شرح احادیث، اما مختصر
که ابن تیمیه را اغلبا شرح کرده، تفسیر حدیث خوبی داره. امی قسم در اصول فقه هم یک کتاب داره، ارشاد الفحول الى علم الاصول و به نام الارشاد معروف هست، کتاب یک جلد هست، در اصول فقه خوب هست. تفاسیر مشهورترین اشاری یکی به نام تفسیر عظیم از تستری هست، حقائق التفسیر از ابو عبدالرحمن السلمی هست که دیروز در مورد ابو عبدالرحمن السلمی گپ زده بودیم. و امی قسم تأویلات العجیب هست از نجم الدین متوفا سال 254 هست. این تفسیر از آغازش هست تا آیه 17 و 18 سوره ذاریات تالیف کرد، ولی پیش از تکمیلش باز وفات کرد رحمه الله. در یک جلد تقریبا در یک مجلد چاپ شده. تفسیر ابن عربی هست، یکی ابن العربی داریم، یکی ابن عربی داریم. این ابن عربی را علما که البته فرق شامی است وقتی که ازش نقل میکنن، یکی ابن العربی میگن که مالکی مذهب هست و تفسیر داره به نام احکام القرآن، بهترین تفسیر هست، در 3 جلد، خودش در فقه مالکی هست، او جایگاه خاص خود داره. اما این ابن عربی که صوفی بسیار مزخرفی بود و تفسیر ابن عربی که از پیشوای وحدت الوجود هست، حتی که علما سرش فتوای کفر باز دادن، فتوای کفر دادن و ایرا علمای اهل سنت در عموم، چی حنفی است، چی شافعی است، چی مالکی، چی حنفی و چی هم حنبلی ردش میکنن، کسی قبول ندارن. برخی از تفاسیر مشهور در عصر حاضر اگر ما بخواهیم هم پیدا میشه. خیلی زیاد تفاسیر است که در این عصر نوشته شده الحمدلله، هم به پشتو و هم به فارسی و هم به عربی، هم به زبانهای دیگه ممکن زیاد نوشته شده باشه. اول تفسیر منار هست از سید محمد رشید رضا رحمه الله. این تفسیر در حقیقت امون مجموعه درسی بود که شیخ محمد عبده شاگرد خاص سید جمال الدین افغانی رحمهم الله در جامعه ازهر از اون نوشته میکرد. باز بعد از او چون ای خودش مؤسس مجله منار بود، دو درسای زیرا که نشر میکرد، کم کم مکملش میکرد و ایرا دوجا نشر میکرد. این تفسیر از سوره فاتحه آغاز شده و تا تقریبا خلاص شده که تا سوره یوسف رسید. و رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث، پاره 13، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرة توفنی مسلما و الحقنی بالصالحین. توفنی مسلما، مرا مسلمان بمیران و مرا با صالحین پیوست بکو. دمی جواز وفات کرده، خلاص نکرده و مکمل هم نیست، کسی گمارم تکمیلش نکرده. اگه حال کسی تکمیلش کرده باشه من خبر ندارم. از ویژگی های خاص این تفسیر اهتمام به تفسیر اقوال سلف هست. تفسیر قرآن با قرآن میکنه، تفسیر با اقوال سلف و تابعین میکنه. عنایت قوی بسیار به لغت عربی داره و بسیار تفسیر خوبی هست، تفسیر زنده هست، اما افسوس که مکمل نیست. شیخ محمد رضا رحمه الله از آنجایی که شاگرد محمد عبده بود، از شخصیت یا از آرای خاص محمد عبده رحمه الله متأثر شده و شیخ محمد عبده از آرای سید جمال الدین افغانی رحمه الله بنیانگذار حرکت‌های اسلامی تقریبا در عصر حاضر، هر حرکت اسلامی که شده مدیون احسان آرای سید جمال الدین هست. فی ظلال القرآن، فی ظلال القرآن، در سایه های قرآن، از امام شهید سید قطب رحمه الله است. سید قطب که همه با اسمش آشنایی داریم و تقریبا حدود ممکن 60 یا 70 سال پیشتر به شهادت رسید، یعنی کمتر از یک قرن. زندگی خود را، جوانی خود را همه‌اش را صرف دین کرد، صرف آموختن دین و رساندن پیام واقعی قرآن به جوامع شد، نه تنها به مصر بلکه به دنیا شد. کسی که مرگ با عزت را به مراتب، مرگ با شرف را به مراتب ترجیح داد
سر زندگی ذلت آور. خواهرش فاطمه نام داره و جمال ناصر که پادشاه یا حاکم یا رئیس جمهور وقت مصر بود با دست خواهرش احوال روان کرد که برو در زندان با سید قطب بگو اگر از امی کتاب که نوشتی کتابش ابو کتاب کی را شهید ساخت. معالم فی الطریق، المعالم فی الطریق فارسی هم ترجمه شده، پشتو هم ترجمه شده. چراغهای راه، چراغهای راه، بسیار کتاب ارزنده هست. و اگر از این کتابت از این نوشته های توبه میکنی و پشیمان هستی ما تو را عفو میکنم، از بندی خانه الهیت بیتم پس بیا. فاطمه چون خواهر دیگه رفت با سید قطب رحمه الله امی گپ سید جمال ناصر رسان که جمال ناصر انت یک خواهش داره، تقاضا داره، میگه اگر تو از این کتابت پشیمان میشی یعنی معذرت میخواهی از ما به خاطر که دو سیکولارا را کافر گفته بود و او کافر میشد دو کتاب و ما تو را رها میکنم، عفو میکنم. سید جمال سید قطب شهید رحمه الله الله شهادتش قبول بکنه در جواب گفت اگر خواهر اگر ما از جمال ناصر معذرت میخواهم به این معنا که آن چیز را که ما او گفتیم دروغ گفتیم، غلط است و دوم فقط راه الله را بیان کردیم، احکام الله را بیان کردیم. اگر امروز ما از جمال ناصر معذرت بخواهم بعد از مرگ حتمی هست، آمدنی هست. امروز اگر شهید نشم فردا میمیرم، در حضور الله چی بگویم؟ بگویم که ما از او آیات که استناد کردیم پشیمان هستم، از پیش کردن دین تو رساندن دین تو پشیمان هستم؟ هرگز ما این کار کرده نمیتونم. به خاطر 4 روز زندگی دنیا نمیخواهم که آخرت خود خراب بکنم. بالاخره شهید شد. عبدالحمید کشک رحمه الله که از چشما کور بود و دمی سالهای اخیر وفات کرد و او از اندیوالای زندان سید قطب بود. او قصه شهادت سید قطب میکنه، میگه سید قطب روزی که شهید میشد به حساب کوتا قلفی امو اتاقای یک نفره که در زندان مندازه، سید قطب در اونجا بود. در این روز خواب میبینه که پیامبر صلی الله علیه و سلم امرای یک اسب سفید میآید و سید قطب میگه بیا برای کسی جمع ابراهیم جای میریم. سید قطب امرای پیغمبر علیه السلام حرکت میکنه. حکومت وقت میخواست که شهادت سید قطب را پنهان نگاه کنه، به شکل علی الاقل خودش خبر نشه، به خاطر که مردم پشتش هست اعتراضات میکنه و یا هم خودش در زندان آواز خود بلند میکنه. میخواست پنهان بکنه. روزی که به شهادت هم میرساندش، جرنال وقت زمانی که میاد اتاق پشتش که بیا کی را ببره به شهادت، سید قطب میگه برای که از اینجا میریم تو یک جای دیگه منتقل میشی، در یک زندان دیگه تبدیل میشی. سید قطب میگه من میفهمم من شهید میشم. او جرنال میترسه که البته را کسی خبر کرده و حال حکومت اگر سر ما خبر شود که سید قطب چطور خبر شد مرا مجازات خود کرد. گفت تو را کی گفت که شهید میشی؟ تو را کی گفت ما خود را میبرم در یک بندی خانه دیگه؟ گفت نه من خبر است ما را به شهادت میبری. پیش از اینکه تو بیایی رسول الله صلی الله علیه و سلم امرای اسب سفید آمد و امرای ما احوال پرسی کرد، از اینجا مرا کشید به این معنا که ما خلاص شدیم از زندان شما و به طرف الله خود رجوع هستم، ما آزاد میشم. دنیا عزیزایم به مسلمان زندان هست. هیچ وقت به زندگی دنیا دلبستگی نکنید، هیچ به درد نمیخوره، هیچ به درد نمیخوره. حال با شما با چشم عین دیدیم، با چشم سر دیدیم که هیچ به درد نمیخوره. نه پادشاهی به درد میخوره، نه ریاست جمهوری به درد میخوره. فقط در اینجا چیزی که به درد ما میخوره خود را ملزم به کتاب الله و سنت رسول الله بگردانیم صلی الله علیه و سلم. هیچ وقت به خاطر دنیا ترک آخرت نکنیم. و بدترین شخص امو کسی هست که به خاطر زندگی دنیای دیگران آخرت خود خراب کنه. این دیگه احمق ترین مردم هست. دنیای خود هم چی؟ به خاطر دنیای دیگران، به خاطر ریاست جمهوری دیگران، به خاطر قدرت دیگران
دروغی بگوید، تکذیبی بگوید، خداعی بکنه، حرامی بخوره تا که دیگران در قدرت باشه. ما را چی؟ همیشه کلام حق بگوین، هیچ وقت از مرگ نترسین. مرگ والله که مقرر که شده لحظه پس و پیش نمیشه، لحظه پس و پیش نمیشه. هیچ وقت ترس و جبن در خود را نتین. اگر ترس و جبن آمد هیچ چیز کرده نمیتونین. باور بکو که منان لقمه خشک که میخوری امون را هم باز آرام خورده نمیتونی. اما اگر شهامت داشتی، دلاور بودی، مثل حضرت عمر گونه رضی الله عنه، باز در زیر سایه درخت میخوابی و دنیا خودش از تو باز میترسه. این کل به اساس ایمان و تقوا حاصل میشه، به دیگه چیز نه. با شجاعت حاصل میشه، به دیگه چیز نه. سید قطب تفسیر خود نوشت به نام فی ظلال القرآن. تفسیر خیلی ارزنده هست و چون که خودش ادیب بود، فصاحت و بلاغت عربیش بسیار بزرگ هست، بسیار کلان هست. فهمیدنش به طبقه علما هم یک ذره مشکل تمام میشه. و فارسیش ترجمه شده. یک ترجمه شده دکتر خرمدل ایرانی که پارسال وفات کرد رحمه الله، او ترجمه کرده که او هم به نام فی ظلال القرآن هست. ترجمه از او هم ایران چاپش کرده و هم مال افغانستان چاپ کرده بود و هم پاکستان. خیلی خوب ترجمه کرده، ترجمه دریشه فارسیش را. و یک ترجمهش را که افغانا ترجمه کرده بود، هیروی الله زنده داشته باشش، ولی ای خرابش کرده. از خوب کرده که در حکومت سابق مختوم رهین چاپش کرده بود به خاطر نام و کسب و شهرت خود، اطلاعات و فرهنگ، ولی او را خراب کرده او ترجمهشان. اما ترجمه که اهل سنت ایران کرده پیش ما هست، بهترین شرح کرده، در 8 جلد است انشاءالله یا 9 جلد است. تفسیر خوبی هست، منتها از مشکلات تفسیر شامی است که وقتی که آدم میبینه تکرار دایش است، یک ذره وقت گیر است خواندنش، حوصله گیر است. یک گپ در چند جای تکرار آورده. گرچه تکرار خوب هست، اما در این عصر ما که ما بسیار تنبل هستیم، همیشه با چیزهای مختصر بسیار دلبستگی داریم، وقت با بسیار کم هست، به او خاطر برخی چی میکنم. چهارم تفسیر تیسیر کلیم الرحمن به تفسیر کلام المنان هست. شیخ عبدالرحمن ناصر سعدی رحمه الله که در سال 1371 هجری وفات کرده، یعنی تقریبا قریب هست، از 70 تا 1400 30 سال، از 30 تا 40 70 سال، تقریبا 73 سال پیش یا 72 سال پیش وفات کرده. تفسیر بسیار ارزنده هست. این تقریبا خودش که در مقدمه تفسیر خود میگه ما دایی بسیار طوالت هم نکردیم، طوالت خوشم هم نمی آمد و ما تفسیرها را دیدم که یک تعداد چنان طویل بود که مردم از خواندنش خسته میشد و یک تعداد تفسیرهای طرق المختصر بود که مخل بود، اما مقصدت ازش نمی گرفتی. پس من خواستم که در بین هر دو چیز بنویسم که نه بسیار مختصر مخل باشه و نه هم بسیار طویل باشه که وقتگیر باشه، زمانگیر باشه. هرچند که در قرآن هرچی بخوانی و هرچی نوشته بکنی کم هست، خو همتهای ما کم شده. پس به این خاطر از بسیار ویژگی های خاص این تفسیر همیست که مطلب آیت بسیار به شکل مختصر و زنده برات میده. بخش دعوتیش بسیار زنده هست. ما این تفسیر تقریبا پاره های اخیرش را درسی در مکه معظمه خواندیم. استاد دکتر عبدالمهیمن ما درس میداد و تفسیر بسیار ارزنده است. یک جلد است، یک جلد بسیار ضخیم و بسیار کلان هست و بسیار مختصر، کلش یک جای چاپ کرده و پیدا میشه. به نام تفسیر سعدی هم معروف هست، به نام تفسیر کلیم الرحمن به تفسیر کلام المنان هم معروف هست. علما در امتیازات از این سوره زیاد گپ زدن، خو از امتیازاتی که داره خامخواه هست، ولی ما از او میگذریم. پنجم اضواء البیان فی ایضاح القرآن بالقرآن از شیخ محمد امین بن محمد مختار شنقیطی هست. این استاد ما هست که از جمله اساتید بسیار گرانبها و در مدینه منوره بود رحمه الله. تفسیرش بسیار ارزنده هست. این تفسیر است که قرآن به قرآن تفسیر کرده. تفسیر قرآن با قرآن هست. از این که در خوبتر تفسیری که
مختصر باشه و این تو مختصر که فقط قرآن به قرآن تفسیر کرده باشه و وجوهات اعراب هم بیان کرده، لغات هم بیان کرده، مذاهب فقها را هم احکام گرفته، تفسیر خیلی ارزنده هست. در تفاسیر پشتویی که اگر ما بخواهیم تفسیر نوجلده انجینر صاحب حکمتیار است به نام دی قرآن پلوشه که نوجل هست، تفسیر خوب هست، با پشتو نوشته کرده، خاصتا در مسائل روز امروز زنده، ارزیابی ساینس با قرآن، ساختار نظام اسلامی، کاری که سید قطب فی ظلال کرده، چون یا کلش به یک رشته هستن، همش حرکت های اسلامی بودن، نهضت های اسلامی بودن، خاصتا به خاطر زنده ساختن ذهنیت جوانا در مقابل حکومت های فاسد، نظام های فاسد درس داشته باشند. خیلی تفسیر ارزنده هست پشتو. اما حتما انسان خلا و اشتباه را داره، هر قدر که زیاد نوشتی اما قدر زیاد غلط هم میکنی. اگر نماز نخوانی هیچ وقت غلط هم نمیکنی، سجده سهو هم سرت نمیاد. خود زمانی که نماز خواندی با سجده سهو هم میاد سرت، غلط هم میکنی. پس این تفسیر هم بعض خلاهایش هم داره و خلاهایش که علما چی کرده، یکی سر احادیث زیاد نقد به جای داره و احادیث زمانه که چون مسلک میخواه جرح و تعدیل در حدیث یک مسلک خاص خود داره که مشکل از هر کس در دسترس داشته باشه. اگر فکرتان باشه ما در اصول حدیث گفته بودیم که در جرح تعدیل 4 امام است، 4 امام است، هر کس نمیتونه جرح تعدیل بکنه. پس احادیث را به معیار عقل خود، به میزان عقل خود که بگوییم صحیح نیست، پس این انسان باز به خطا میبره، به غلطی میبره. به مو جهت بعض نکته های در تفسیرش هست که قابل نقد هست، اما اوش بجای خودش، خود تفسیرش در عموم تفسیر خوب هست، تفسیر زنده هست، خاصتا در تطبیق ساینس با قرآن. چون دایی بسیار دست بالایی داره در تطبیق ساینس، مسائل ساینسی با قرآن، چون خودش هم انجینر است، زیاد دست بالایی داره. در قرآن پلوشه در 9 جلد چاپ شده. احسن الکلام این هم پشتو هست، از شیخ ما عبدالسلام رستمی رحمه الله هست، پشتو هست، در 9 جلد هست، بهترین تفسیر هست. منتها تفسیر شیخ عبدالسلام، یعنی شک نیست که شیخ عبدالسلام وفات کرده، 5-6 سال پیش وفات شد، خب مثلش مفسر نبود. منتها از تفسیر احسن الکلام زیاد کسی خوب استفاده میکنه که از شیخ درس خوانده باشه، چون او را یک روش و سلوک خاص خود داشت، زیاد استفاده کردن ازش مشکل است. پشتوش هم پشتوی پشوری هست، اما به نام اغلبا اگر مرا فراموش نشده باشه به نام رقیه یک شاگردش است، افغانی دختر است و تفسیرش به دری ترجمه کرده، در 6 جلد چاپ شده، فارسیش هم یعنی پیدا میشه. تفسیر احسن الکلام فارسی شاگردش یک دختر همت کرد کورا ترجمه کرد. اصلا ارچند که ادبیاتش ضعیف است بیچاره، خوبان هم امی همتش ستودنی هست که کتاب استادش را، مثل که دیروز درباره امام محمد گفتیم که فقه ابو حنیفه را خود محمد به ما رسان، امام محمد رسان، ورده خود امام ابو حنیفه خود چیز نداشت نوشته، البته چیزی نوشته کردنی نداشت که غلط فهمی نشه، خب وقت نوشتن هم نداشت. فقهش را بر ما امام محمد رحمه الله رساند در کتابای ظاهر روایت، اکثر فقها را کتابایش شاگرداش به ما رسانده. پس اینجا رقیه هم این کتابش را مکمل در 6 جلد ترجمه کرده، چاپ شده و چاپش هم پیدا میشه. پاکستان چاپش کرده، پشاور چاپ کرده، ممکن حال کابل هم چاپش کرده باشه. تفسیر خوبی هست. از اون جمله هم یکی تفاسیر دیگه در عصر حاضر تفسیر اظهرالبیان هست از شیخ اکرام الدین بدخشی رحمه الله که فوت شده، در 9 جلد تفسیرش چاپ شده، یک چاپش خلاص شد، دوم چاپش آله شده، چاپش کابل چاپ کرده به نام بخیرم که همین انتشارات نویساس یا چیزی چاپ کرده، 3000 روپیه قیمتش مانده بود. تفسیر خوبی هست، بسیار خوب است، کم خوب نه که بسیار خوب هست، خاصتا در مسائل معرفی سوره ها، تقسیم سوره ها، فصل باب سوره ها. و ما هم در تفسیر خود که انشاءالله که در دوره زیاد در تقسیم سوره ها از اظهرالبیان استفاده کردیم. منطوی هم والله اعلم، ما تفسیرش زیاد خوش دارم و خوب میخوانم.
خب مشکلی که در تفسیر ازی هم برای ما دیده میشه یک ذره تکرار زیاد داره، تکرار هست بعض جاها. اگر کمک خلاص میشد مختصر میشد خوبتر بود. خود تفسیر بسیار ارزنده هست. تفسیر دیگه از معاصرین ما، البته از کشور ما، تفسیر عزیز التفاسیر هست به پشتو، از شیخ مولای سلطان عزیز رحمه الله که از علمای لغمان هست. بچهش که حال رئیس پانتون کابل شده، حماس، مصطفی حماس نام داره، چی نام داره؟ یا اسامه حماس است بخیالم، الله اعلم. رئیس پانتون کابل شده، دکترای خود از اسلام آباد گرفته در تفسیر و حدیث. عالم خوبی بود و این هم شاگرد خاص پدر خود است. همون تفسیرش هم اصلا بچه‌اش جمع کرد از درسای از او. تفسیرش در 10 جلد چاپ شده، عزیز التفاسیر. پشتو هست، پشتوش هم بسیار روان هست. پشتو شعر کمک که آدم به پشتو بفهمه خوب است، استفاده خوب صحیح میشه. چندین سال سرش کار کردم، درس تا کور نوشته کردم. تفسیر دیگه معاصرین ما به نام تفسیر نور و فروزان هست، از دکتر فیروزالدین هیروی که فعلا در ریاض زندگی میکنه، از هرات هست. تفسیر به نام نور و فروزان بهترین تفسیر از دمی 2-3 سال چاپ شد و از اون هم استفاده میکنم زیاد. در 20 جلد نوشته کرده، در 20 جلد هست نور فروزان، پیدا میشه. در اونجا خب مردم مفت میگیره، باز این جمعه افغانا خب اونجا که گرفت جمعه مفروشش. برای ما مفت کسی آورده بود، یک استاد روان کرده بود، الله کاتش خوبی بکنه. و در اینجا مسایی کردم، گفتم چند است؟ پر سال گفت 5000 امو چاپ، امو تفسیر، ولی اینجا آورده بودن به فروش رسانده بودنش. خال او هم یک مشکل داره که بسیار طولانی هست، طویل هست، تکرار زیاد داره. 20 جلد هست، 20 جلد، ولی تفسیر بسیار خوب ارزنده هست و خطاهای کتابتی طباعتی در زیاد هست. مثلا آن نوشته شده یا چیزای دیگه داش افزود شده، در 2 مرتبه نوشته شده، ان 2 مرتبه نوشته شده. بعضی کلمات تکرار آمده، اون نقص از اونش نقص از کسی هست که تایپ کرده و اصلاح نشده، دیگه خطا نداره زیاد. و او را میگن که اختصار هم شده، اختصارش در 5 جلد هست، پیش من نیست، من ندیدیم اختصارش. خب میگن که خودش مختصر کرده، چون به خاطر که مردم گفتش بسیار طویل هست، کتاب بسیار خوبی هست. و همین قسم بخاری را هم ترجمه کرده، مختصر بخاری را هم ترجمه کرده به نام رحمت الباری در 2 جلد، و هم همین قسم شرح کرده در 5 جلد به نام فیض الباری. دری هست برای طبقه طلاب که مختصر بخاری را بخوانن، شرحش بخوانن، بسیار خوبی هست، پیدا میشه. قیمت هم مقدر نیست، 12-13 صد افغانی میتا پاکستان چاپ کرده. کتاب خوبی هست به نام فیض الباری شرح صحیح البخاری. 2 تا است، یکی از فیض الباری که از شیخ ما انور شاه کشمیری هست و جایگاه خاص خود داره که عربی هست. یکی فیض الباری که دکتر هیروی نوشته کرده. از تفاسیر معاصر دیگه صفوت التفاسیر هست، از محمد علی صابونی در 3 جلد بهترین تفسیر هست. هم تفسیر میکنه و مکمل ما خواندیمش، هم تدریس کردیمش، الحمدلله بسیار تفسیر خوبی هست. لغات هم تفسیر میکنه، بیان میکنه، وجه اعراب هم میکنه، بلاغت هم میگه و بالاخره تفسیر و بیان هم داره. از تفسیرهای ارزنده معاصرین دیگه تفسیر چی هست؟ وهب زهیلی رحمه الله هست، تفسیرش بهترین تفسیر هست که در 16 مجلد نوشته کرده، بهترین تفسیر هست. و او 3 تفسیر داره، یکی تفسیر وسیط داره در 3 جلد، یکی تفسیر وسیط داره در وجیز داره در 1 جلد، وسیط داره در 3 جلد، و یکی هم همین تفسیر کلانش است که در وقت در 32 مجلد چاپ میشد و حال او را در 16 مجلد یک جای کردن. بهترین تفسیر هست. همین قسم از تفاسیر معاصرین دیگه که از این پیشتر نوشته شده، تفسیر مراغی هست، تفسیر تأویل هست. نمیشه که آدم همه تفاسیر را کلش یک جای نام بگیره. بعد از میاییم سر یک سلسله قواعد. این قواعد با کسایی که میخواهند ترجمه و تفسیر قرآن کریم یاد داشته باشند آب حیات هست. به اون خاطر امسال ما قصد کردیم که این قواعد اکثرش قواعد نحوی هست، صرفی هست، و این قواعد خود زیاد هست
چند تاش باید که ضمائر چند رقم است، کدام ضمیر هست، ضمیر به چند قسمه، معانیش کجا فرق میکنه، کانه چی هست، کاده چی هست، لعل و عسا در قرآن چه قسمه، فرق بین خوف و خشیت چی هست در قرآن، هر جا فرق میکنه. پس به این اساس امسال خواستم که در ضمن درسای علوم القرآن این قواعد که مفسر حتما به او احتیاج داره، کسایی که یک چیز از قرآن بفهمن حتما این برشان بسیار ساده و دلچسب هست، و کسای دیگه هم که برش مشکل باشه کوشش بکنه که علی الاقل یک 10-15-20% خود ذهنش میمونه حتما انشاءالله، و بعدتر انشاءالله که 100% پورا شوه و ضرور هست. مواردی که ما در انشاءالله امروز بحث خواد کردیم، یکی ضمائر هست به ضاد، دو تعریف و تنکیر هست یعنی معرفه و نکیره کدام میگه، افراد و جمع، مفرد و جمع کجا میایه، مقابله جمع با جمع و جمع با مفرد در کجا آمده و چی معانی را میته. پنجم الفاظی که بظاهر مترادف ولی در حقیقت اینطور نیست، با هم مخالف هست، کدام ها هستند. سوال و جواب در قرآن به چند نوع آمده. هفتم فرق بین جمله اسمیه و فعلیه در قرآن چیست. هشتم عطف چی را میگه. نهم بعض نکات متفرق دیگه که انشاءالله به شکل مختصر امروز میخوانیمش انشاءالله العزیز. بچشم هشتمش بود عطف بطوع. هفتم فرق بین جمله و اسمیه و فعلیه، و هشتمش بود عطف. نهمش بود نکات متفرق. نکته ها چند مطلب دیگه مثل محکم و متشابه هست، مثل امثال هست، و مثل او را نخواد خواندیم خب میمانم به خاطر زیاد هست. اعجاز قرآن کریم است که او را در خلال درسای تفسیر انشاءالله خوااد خواندیم. اول ضمائر. ضمائر جمع ضمیر هست. ضمائر جمع ضمیر هست و ضمیر بر وزن فعیل می آید. فعیل، ضمیر. و فعیل صفت مشبه هم میشه که به معنی فاعل بیاید و هم میشه که به معنی مفعول بیاید. اینجا به معنی مفعول هست، یعنی ضمیر به معنی فشرده شده، خلاصه کرده شده، مختصر کرده شده. کوچک گشته شده. و در اصطلاح لغوی مقصود از او کلمه است که مسمای خود را با تعیین جهت، یعنی این تعریف ضمیر است. ممکن حتی این تعریف ما در کتابای نحو هم نفهمیم، که شرح جامعی هم خوانده باشیم شاید نفهمیم. پس میگیم که در اصطلاح لغوی مقصود یا مقصد از ضمیر چی هست؟ کلمه است که مسمای خود را با تعیین جهت خطاب یعنی مخاطب و غیبت یعنی غایب بودن و تکلم متکلم گوینده معین میگردانه. مانند انت تو هو او، انا من، انا متکلم، هو غایب، انت مخاطب. مقصود از آن کلمه است که مسمای خود را با تعیین جهت خطاب و غیبت و تکلم معین میگردانه، مانند انت هو انا. هدف از وضع ضمیر چیست؟ چرا در کلام عرب این ضمیر در فارسی و پشتو و دیگرها هم هست؟ هدف ما سر ضمائر عربی هست.